BTS یه اسم، یه دنیا. افسانه جهانی از دل سئول. اگه بخوام خیلی رک و بی پرده بگم، الان دیگه وقتی اسم کره جنوبی میاد، اولین چیزی که میپره تو ذهن خیلیا BTS. یه گروه پسرونه که از سال 2010 کارش رو شروع کرد. اما رسما از سال 2013 زیر نظر کمپانی بیگ هیت وارد دنیای موسیقی شد. بعدش هم شد محبوب ترین و شناخته شده ترین گروه دنیا تا جایی که اعضاش شدن قلب میلیون ها نفر تو سرتاسر جهان. تو خیلی از کشورها طرفدار دارن و خیلیا واقعاً فقط برای دیدن اونا پا میذارن به کره جنوبی. اعضای گروه 7 نفرن. اگه بخوایم به ترتیب ورودشون به گروه اسم ببریم، کیم نامجون، سوگا، جیهوب، جین، جونگکوک، تهیونگ و جیمین. هر کدومشون یه دنیای خاص دارن، ولی کنار هم یه تیم شکست ناپذیر ساختن یکی از بزرگترین گروه‌های موسیقی جهان شدن. سبک کاریشون هم محدوده نداره، از پاپ و هیپ هاپ بگیر تا R&B و ترپ. کلی آهنگ گروهی دارن و حتی تک نفره یا سولو. BTS با موزیک ویدیوی دینامیت ترکوند. اونقدر ترکوند که رکورد بیشترین بازدید یوتیوب توی 24 ساعت رو زد. خیلیا BTS رو فقط یه گروه موسیقی نمیدونن، براشون یه انگیزه هست، یه دلگرمی. چون خیلی از آهنگهاشون درباره سلامت روان، امید، اعتماد به نفس و جنگیدن با سختی هاست. حالا بیا دونه دونه با اعضاش آشناشیم. کیم نامجون یا RM، لیدر گروه. مغز متفکر BTS. متولد 12 سپتامبر 1994. رپ میکنه، آهنگ میسازه، شعر مینویسه و جدا از گروه میکس تیپ های معروفی مثل RM و مون رو داده بیرون. جالبه بدونی رکورددار بیشترین رتبه اول تو آیتونزه. 2. کیم سوکجین یا جین، بزرگترین عضو گروه، متولد 4 دسامبر 1992. به خاطر چهره خاصش بهش میگن Worldwide Handsome. جین اصلاً بازیگری خونده بود، ولی یهویی وارد موسیقی شد و ترکوند. آهنگ مون از آلبوم Map of the Soul تو 109 کشور رتبه اول آیتونز رو گرفت. 3. مین یونگی یا سوگا یا آگوست دی، متولد 9 مارس 1993. یه رپر و آهنگساز حرفه‌ای. فقط واسه خودش کار نمی‌کنه، واسه کلی هنرمند دیگه هم آهنگ ساخته. مثلا آهنگ واین که بهترین آهنگ R&B سال 2017 شد. اسم آگوست دی هم که به گوشت خورد بدون که خودشه. جانگ هوسوک یا هپی یا جی هاوب، متولد 18 فوریه 1994. انرژی مثبت گروه. رقصنده اصلی، رپر و خواننده. قبل از BTS تو گروه‌های رپ زیرزمینی بود. هاپ ورلد و آهنگ چیکن نودل سوپ با بک جی از معروفترین کاراشم. 5. پارک جیمین، متولد 13 اکتبر 1995. از مدرسه عاشق رقص بود. پاپینگ و لاکینگ رو حرفایی و مثل آب خوردن اجرا میکنه. آهنگ پرومس رکورد استریم در 24 ساعت رو شکست و حتی از دری کم جلو زد. 6. کیم تهیونگ یا، متولد 30 دسامبر 1995. از بچگی عاشق خوندن و نواختن ساز بود، مخصوصاً ساکسیفون. یه روز فقط برای حمایت از دوستش رفت شرکت بیگ هیت، اما یکی از کارمندا گفت خودتم آزمون بده، داد و قبول شد. ولی دوستش رد شد. تهیونگ صدای منحصر به فرد و چهره خاصی داره. بازیگر هم هست. تو سریال هورنگ بازی کرده. کلی آهنگ سولو داده و چند سال متوالی تو لیست جذابترین مردای دنیا رتبه اول رو گرفته. 7. جیون جونگکوک یا JK، کوچکترین عضو گروه، ولی با صدای خاص و استعدادی بی‌نهایت. متولد 1 سپتامبر 1997. وکالیست اصلی گروه و بهش میگن گلدن مکانه، چون به هرچی دست میزنه طلا میشه. و اصلاً کاری نیست که این بشر نتونه انجامش بده. استعداد خالصه. جالبه بدونی که به خاطر نامجون جذب گروه شد. یعنی چی؟ یعنی رو نامجون کراش زد اومد تو گروه. BTS فقط یه گروه موسیقی نیست، یه پدیده است. اونا مسیریو همواره کردنه که قبل از اونا واسه خیلیا حتی قابل تصور نبود. خیلیا تو خوابشون هم نمیدیدن که بتونن برن گرمی یا کاخ سفید یا سخنرانی سازمان ملل. ولی BTS ممکنش کرد. واسه خیلیا شدن الهام، انگیزه و امید.
به قول معروف BTS راه رو هموار کرد. Let's pave the way. حالا دیگه فقط سفیر برندهای لوکس نیستن. اونا خودشون یه رون هستن، یه جریانن. تو فشن، مدلینگ، موزیک، هنر، تکنولوژی، حتی سیاست. یه تیمیان که عشق، تلاش، هنر و احساس رو قاطی کردن و تبدیل شدن به یه موج فرهنگی جهانی با یه هدف مشترک، اینکه دنیا رو حتی یه ذره هم که شده بهتر کنن. خب حالا که با BTS و اعضای جذابش آشنا شدی، بگو اگه یه روز قرار بود فقط با یکی از اعضا وقت بگذرونی، کی انتخاب می‌کردی و چرا؟ یا اگه آرمی هستی، با ایست کیه؟ از کی شروع کردی و چی باعث شد جذبشون بشی؟